سلام به شما که همراه این قصه شدید. امشب با هم قدم در راه قدیمی می‌گذاریم در امتداد جاده‌ای خاموش که به کاروانسرایی تنها می‌رسد. جایی برای مکث و برای نفس کشیدن. با من بمانید. قصه از همینجا آغاز می‌شود. رسیدن به کاروانسرای کنار جاده قدیم. جاده قدیم پیش از آنکه نامی داشته باشد فقط راه بود. راهی که زیر پاهای مسافران شکل گرفته بود. در امتداد دشت آرام و صبور. شب که می آمد جاده نفسش را آهسته تر می کرد. صدای قدم ها کوتاه تر می شد و زمان شبیه شنهای ریز آرام از میان انگشتان عبور می کرد. کاروانسرا کنار همین جاده نشسته بود. نه پنهان نه نمایشی. انگار خودش هم مسافر خسته‌ای بود که سالها پیش ایستاده و دیگر نرفته بود. دیوارهای خشتیش رنگ شب گرفته بود. نه کاملا تیره نه روشن. برج‌های کوتاهش سایه‌های آرام روی زمین می‌انداختند و در چوبی بزرگش نیمه باز بود. طوری که انگار کسی را دعوت نمی کرد. اما مانع هم نبود. مسافر وقتی به کاروانسرا رسید چیزی درونش آرام گرفت. نه از روی فکر نه از روی تصمیم. فقط حس کرد که دیگر لازم نیست جلوتر برود. پاهایش این را فهمیده بودند پیش از آنکه ذهنش برسد. نفسش آهسته شد. شانه‌هایش پایین آمد. صدای جاده پشت سرش کم کم محو شد. انگار جاده هم فهمیده بود که تا صبح کاری با او ندارد. حیات کاروانسرا وسیع بود. باز اما امن. وسط حیات سنگفرش‌هایی کهنه قرار داشت که سالها بار قدم‌ها را به دوش کشیده بودند. گوشه‌هایی از حیات هنوز بوی خاک نم خورده می‌داد. بویی که فقط شبها خودش را نشان می‌دهد. وقتی هوا خنک می‌شود و زمین نفس می‌کشد. چراغی کم نور کنار یکی از ایوان‌ها روشن بود. نورش نه تند بود و نه خسته کننده. بیشتر شبیه نفس آرامی بود که در تاریکی جریان دارد. سایه‌ها روی دیوارها نرم حرکت می‌کردند. نه ترسناک نه زنده. فقط سایه. چند شتر در گوشه‌ای از حیاط نشسته بودند. سرهایشان پایین، نفسهایشان سنگین و منظم. صدای نفس کشیدنشان مثل موجی آرام فضا را پر کرده بود. کمی دورتر اسبی آرام سرش را تکان داد. زنگوله کوچکی صدا کرد و دوباره ساکت شد. هیچ چیز عجله نداشت. باد آرامی از میان طاقها عبور کرد. صدایش شبیه عبور دستی از روی پارچه ضخیم بود. نه سرد نه گرم. فقط کافی. صدای باد غبار خاطرات دور را از روی دیوارها کنار می‌زد. خاطراتی که نیاز نبود به یاد آورده شوند. مسافر کنار یکی از حجره‌ها ایستاد. درگاه کوتاه بود. طوری که هر کسی وارد می‌شد ناخودآگاه کمی خم می‌شد. انگار خود بنا هم سالها بود که از آدم‌ها می‌خواست آهسته تر باشند. داخل حجره تاریک بود اما ترسناک نبود. تاریکیش آشنا بود. شبیه تاریکی قبل از خواب. فرشی ساده روی زمین پهن بود. نقش‌هایش کمرنگ شده بودند اما هنوز نظمی خاص داشتند. گوشه‌ای از حجره کوزه آبی قرار داشت که دهانش با پارچه‌ای نازک
پوشیده شده بود. آب خنک بود، بی صدا، مثل خودش. مسافر نشست، نه با خستگی، با رها شدن. پشتش را به دیوار تکیه داد و چشمهایش را برای لحظه‌ای بست. صداها یکی یکی آرام شدند. انگار هر صدا وظیفه‌اش را انجام داده بود و حالا می توانست استراحت کند. سقف حجره کوتاه بود و تیرهای چوبیش پیداست. روی چوبها رد زمان مانده بود. ترکها، سایه‌ها، جای دستانی که سالها پیش شاید برای تکیه یا دعا بالا رفته بودند. هیچ کدام مهم نبودند، فقط حضورشان آرام بود. دورتر در حیاط صدای قدم آرام کسی آمد و رفت. شاید نگهبان کاروانسرا بود، شاید مسافری دیگر. صدا زیاد نماند. شب صداها را نگه نمی دارد، فقط آنهایی را باقی می گذارد که لازمند. هوای حجره کمی خنک‌تر شد. مسافر عبایش را کمی جلو کشید، نفس عمیقی کشید و احساس کرد که سینه‌اش باز می شود. هر نفسی که بیرون می رفت، انگار چیزی را هم با خودش می برد. باقی مانده جاده، فکرهای نیمه تمام، سنگینی مسیر. کاروانسرا فقط جای خواب نبود، جایی بود برای مکث، برای پذیرفته شدن، برای اینکه کسی لازم نباشد بداند فردا کجاست. همین که امشب اینجاست کافی است. نور چراغ حیاط کم کم ضعیفتر به نظر می رسید، یا شاید چشمها به تاریکی عادت می کردند. تفاوتی نداشت. شب حالا کاملتر شده بود. ستاره ها از بالای طاق دیده می شدند. نوازه اما حاضر. مسافر احساس کرد که پلک‌هایش سنگین شده‌اند. نه از خستگی راه، از آرامش. مثل وقتی که همه چیز سر جای خودش است و نیازی به فکر کردن نیست. کاروانسرا، جاده، شب، همه با هم توافق کرده بودند که تا صبح هیچ چیز تغییر نکند. فقط خواب، آرام و بی صدا از راه برسد. و این شروع بود. شب وقتی کاملا جا افتاد، حیات کاروانسرا شکل دیگری گرفت. دیگر فقط دیوار و زمین و طاق نبود. فضا تبدیل شد به چیزی میان بیداری و خواب. هوا نه سرد بود و نه گرم. انگار شب دمای خودش را دقیق تنظیم کرده بود تا هیچ چیز اضافه‌ای حس نشود. چراغ کم نور حیاط هنوز روشن بود، اما نورش شکسته تر شده بود. سایه ها کش می آمدند و دوباره کوتاه می شدند. هر سایه جایی می ایستاد، مکث می کرد و آرام کنار می رفت. بی هیچ اصراری برای دیده شدن. صدای نفس شترها حالا واضح‌تر به گوش می رسید. نه بلند نه آزاردهنده. ریتمی ثابت داشت. مثل موج‌هایی که به ساحل می رسند و بر می گردند. هر بازدمشان انگار می گفت همه چیز خوب است. هر دمشان یادآوری می کرد که شب هنوز ادامه دارد. در گوشه‌ای از حیاط مسافری روی سکوی سنگی نشسته بود. سرش کمی پایین بود. دستهایش روی زانوهایش قرار داشتند. چهرش در نور مشخص نبود، اما حالت بدنش نشان میداد که جایی برای رفتن ندارد و این نداشتن مقصد آرامش آور بود. باد دوباره از میان طاقها عبور کرد.
این بار صدایش کمی بیشتر آمده بود، اما هنوز نرم و قابل تحمل. صدای برخوردش با دیوارهای خشتی شبیه حرف زدن آرام کسی بود که نمی‌خواهد کسی را بیدار کند. حوض کوچکی در وسط حیاط قرار داشت. آبش ساکن بود، آنقدر که انعکاس نور چراغ روی آن تقریباً ثابت مانده بود. گاهی حشره کوچک سطح آب را لمس می‌کرد و موج ظریفی ایجاد می‌شد. موجی که خیلی زود محو می‌شد، انگار هیچ وقت نبوده است. کاروانسرا مثل موجودی زنده خودش را در شب جمع کرده بود. درها بسته تر، صداها کمتر، حرکتها آهسته تر. حتی زمان هم تصمیم گرفته بود کنتر بگذرد. هیچ چیز عجله نداشت که به فردا برسد. از دور صدای زنگوله‌ای کوتاه آمد و بعد خاموش شد. شاید شتری جابجا شده بود، شاید نسیمی تصادفی. مهم نبود. صدا آمد تا یادآوری کند که سکوت مطلق نیست و بعد رفت تا سکوت دوباره نفس بکشد. آسمان بالای حیاط پر از ستاره نبود، اما همان چند نقطه‌ای روشن کافی بود. نیازی به آسمان شلوغ نبود. شب ساده تر از این حرف ها بود. ماه نازک و آرام گوشه‌ای از آسمان ایستاده بود، بدون اینکه بخواهد توجه جلب کند. مسافر که حالا دیگر بخشی از این فضا شده بود، چشمهایش را نیمه باز نگه داشت. نگاهش روی مسیرهای سنگفرش شده می‌لغزید. مسیرهایی که روزها پاهای بیشماری را دیده بودند و شبها فقط سکوت را. صدای قدم‌های آرام نگهبان کاروانسرا از دور شنیده شد. قدم‌ها شمرده بودند، قابل پیش بینی. هر بار که می آمد حس اطمینان می آورد و وقتی می رفت شب را سر جایش باقی می گذاشت. در یکی از ایوانها فانوس کوچکی آویزان بود. شعله‌اش گاهی کمی تکان می خورد، اما خاموش نمی شد. انگار فانوس هم می دانست که وظیفه‌اش فقط روشن ماندن است، نه بیشتر. بوی خاک، بوی کهنه دیوارها، بوی اندک علوفه، همه با هم ترکیب شده بودند. بویی که نه تند بود و نه مشخص، اما حس امنیت میداد. بویی که فقط در جاهایی پیدا می شود که زمان زیاد گذشته است. شب جلوتر رفت، بی آنکه چیزی را تغییر دهد. فقط آرامتر شد. صداها کمتر شدند، اما ناپدید نشدند. حیاط ادامه داشت، اما بدون تأکید. مسافر حس کرد که افکارش دیگر شکل ندارند. فکرها مثل ابرهای نازک می آمدن و می رفتن، بدون آنکه بایستند. هیچ خاطره‌ای اصرار نداشت که دیده شود. هیچ نگرانی خودش را مهم جلوه نمیداد. حیاط کاروانسراها به آرامی شبیه اتاقی بزرگ شده بود. اتاقی بدون سقف، بدون دیوار مشخص، اما پر از حس مراقبت. انگار همه چیز مراقب همه چیز بود، بی آنکه کسی مسئول مشخصی باشد. یک بار دیگر باد آمد، این بار خنک‌تر، اما کوتاه‌تر. ردش روی پوست حس شد و بعد رفت، مثل دستی که آرام روی شانه گذاشته می شود تا بگوید میتونی بخوابی.
مسافر آهسته ایستاد و چند قدم در حیاط برداشت. سنگ‌ها زیر پا خنک بودند. قدم‌هایشان صدا نداشتند. انگار زمین هم نمی‌خواست سر و صدا درست کند. دوباره نشست همانجا. همانقدر صبر کردن آسان شده بود. حتی اگر هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، مشکلی نبود. شب همین را می‌خواست. چراغ‌ها، صداها، نفس‌ها همه در یک ریتم آرام قرار گرفته بودند. ریتمی که نیازی به هماهنگی نداشت، اما هماهنگ بود. کاروانسرا تا صبح بیدار می‌ماند، اما بیداریش شبیه خواب بود. نیمه هوشیار، نیمه خاموش، همراه با شب. و شب به آرامی ادامه داشت. حجره‌ها در امتداد حیاط آرام و بی صدا کنار هم نشسته بودند. هر کدام در چوبی داشتند که سالها باز و بسته شده بود، بی آنکه عجله‌ای در کار باشد. درها حالا بیشترشان بسته بودند، اما نه محکم. انگار اگر کسی لازم داشت وارد شود، باید در به راحتی باز می‌شد. شب به درون حجره‌ها خزیده بود، بدون آنکه چیزی را به هم بزند. تاریکیشان نرم بود، شبیه پارچه‌ای ضخیم که نور را آرام نگه می‌دارد. داخل هر حجره مسافری یا خوابیده بود یا در آستانه خواب قرار داشت. همان جایی که فکرها کمرنگ می شوند و بدن خودش کار را به دست می گیرد. در یکی از حجره‌ها پیرمردی به دیوار تکیه داده بود. پاهایش را جلو دراز کرده بود و عبایش را تا زانوها کشیده بود. نفسهایش آرام و منظم بودند. آنقدر که میشد فاصله بین دم و بازدمش را حس کرد. صورتش در نیمه سایه بود، اما آرامش از چهرهش بالا می آمد. شبیه گرمایی ملایم. در حجره دیگر جوانی روی فرشی کهنه دراز کشیده بود. یک دستش زیر سرش بود و دست دیگرش آرام روی سینه‌اش قرار داشت. هر بار که نفس می‌کشید، سینه‌اش کمی بالا می آمد و دوباره فرو می نشست. انگار بدنش به آرامی به خودش یادآوری می کرد که شب وقت بیدار ماندن نیست. بوی خواب در هوا پخش شده بود. بویی که نه از چیزی می آید و نه می شود آن را توضیح داد. بویی شبیه آرامش جمعی. وقتی چند نفر در یک جا، در یک زمان تصمیم می گیرند که رها شوند. در گوشه ای از یکی از حجره‌ها چراغ پیه‌سوز کوچکی هنوز روشن بود. شعله‌ای بسیار آرام می‌سوخت. انگار به زودی خاموش می‌شود، اما هنوز عجله‌ای ندارد. نورش دیوار گلی را لمس می‌کرد و دوباره باز می‌گشت بدون سایه‌های تند. صداها حالا خیلی کم بودند. شاید گاهی صدای جابجا شدن کسی روی فرش یا سرفه‌ای کوتاه که سری فرو می نشست. بعد دوباره سکوت. سکوتی که خالی نبود، بلکه پر از حضورهای آرام بود. مسافر ما در حجره خودش روی زمین دراز کشیده بود. پشتش گرم دیوار بود و زیرش فرشی که سالها بدنهای خواب‌آلود را تحمل کرده بود. چشمهایش بسته بودند، اما ذهنش هنوز کمی شناور بود. نه کاملا بیدار، نه کاملا خواب. فکرهایش
حالا شکل نداشتند. بیشتر شبیه تصویرهای کوتاه بودند که می آمدن و آرام محو می شدند. جاده‌ای که پشت سر گذاشته بود دیگر صاف و مشخص نبود. مقصد آینده هم هنوز نیامده بود. فقط حالا بود. همین نقطه آرام. نفسش خود به خود عمیق‌تر شد. شکمش با هر دم کمی بالا می آمد و با هر بازدم پایین می رفت. بدن فهمیده بود که امن است. دیگر نیازی به مراقبت نداشت. از جایی دور، شاید از انتهای حیاط، صدای بسته شدن آرام دری آمد. صدا کوتاه بود و زود تمام شد. نگهبان شاید آخرین دورش را زده بود. بعد از آن کاروانسرا کاملاً به شب سپرده شد. ستاره‌ها هنوز از شکاف‌های بالای دیوار دیده می‌شدند. نه آنقدر روشن که هوشیار کنند، نه آنقدر دور که بی اهمیت باشند. حضورشان کافی بود، مثل نقطه‌ای کوچک برای اطمینان. در حجره‌ها خواب یکی یکی عمیق‌تر می‌شد. بدنها سنگین‌تر، نفس‌ها کندتر. در حجره‌ها خواب یکی یکی عمیق‌تر می‌شد. بدنها سنگین‌تر، نفس‌ها کندتر. فاصله بین فکرها بیشتر. هیچ کس عجله نداشت که صبح برسد. صبح خودش می آمد وقتی که وقتش بود. مسافر احساس کرد که پلک‌هایش دیگر حتی توان باز شدن ندارند. تاریکی پشت چشمهایش نرمتر از تاریکی اتاق بود. انگار داخل خودش هم چراغی خاموش شده بود که دیگر لازم نبود روشن بماند. کاروانسرا در این ساعات شبیه قلبی بزرگ بود که ضربانش آهسته شده است. هر حجره ضربه‌ای آرام هماهنگ با بقیه. هیچ ضربانی جلوتر نبود. هیچ کدام عقب‌تر. باد بسیار ملایمی دوباره از بیرون گذشت. انقدر ضعیف که فقط لبه پرده نازک یکی از حجره‌ها کمی تکان خورد. بعد همه چیز دوباره ثابت شد. مسافر دیگر حتی تلاش نکرد که فکر نکند. رها شد. خودش را به فرش، به دیوار، به شب سپرد. بدنش سنگین شد، اما دلش سبک. خواب بی صدا و بدون اعلام از راه رسید. نه ناگهانی، نه کامل. مثل نشستن تدریجی غبار روی زمین، بی آنکه کسی متوجه لحظه دقیقش شود. و حجره‌ها یکی پس از دیگری در خواب فرو رفتند. نیمه شب بی صدا از راه رسید، نه با تغییری ناگهانی، نه با علامتی واضح. فقط حس شد. مثل وقتی که بدن بدون نگاه کردن به ساعت میفهمد که زمان عمیق‌تری از شب آغاز شده است. کاروانسرا هم این را فهمیده بود. نفسهایش آهسته تر شده بودند. سنگین تر، منظم تر. حیات در تاریکی فرو رفته بود. اما تاریکی کامل نبود. نور چراغ کمجان هنوز حضور داشت. هرچند ضعیفتر از قبل. دیوارهای خشتی حالا بیشتر جذب شب شده بودند تا بازتاب دهنده نور. سایه ها در جای خود مانده بودند. انگار تصمیم گرفته بودند دیگر حرکت نکنند. صدای نفس شترها هنوز شنیده میشد.
اما فاصله بین دم و بازدمشان بیشتر شده بود. صدایی که یادآور خواب بود، نه بیداری. بدنهای بزرگشان آرام روی زمین قرار گرفته بودند و پلک‌های سنگینشان نیمه بسته بود. هیچ چیز در آنها نشانی از نگرانی نداشت. باد در نیمه شب دیگر نمی‌وزید، بلکه فقط گاهی عبور می‌کرد. انگار شب به او گفته بود آهسته تر باشد وقتی می‌آمد. صدایش شبیه نفس کوتاهی بود که زود تمام می‌شود. پرده نازک یکی از حجره‌ها کمی تکان می‌خورد و دوباره آرام می‌گرفت. درون حجره‌ها خواب عمیق‌تر شده بود. مسافران دیگر در مرزهای بیداری نبودند. ذهن‌ها خاموش‌تر بودند. بدن‌ها سنگین‌تر. هر حجره جهانی کوچک شده بود که در آن زمان متوقف مانده بود. مسافر ما کاملا در خواب فرو رفته بود. نفسهایش حالا بی صدا و پیوسته بودند. چهرهش آرام بود، بدون انقباض، بدون فکر. دستهایش کنار بدن رها شده بودند. انگار دیگر نیازی نبود چیزی را نگه دارند. گاهی صدایی کوتاه از حیاط شنیده میشد. تکان خوردن سنگی زیر سم یا جابجایی آرام حیوانی در خواب. صدا می آمد، ثبت می شد و بعد در سکوت حل می شد بدون اینکه کسی را بیدار کند. آسمان بالای کاروانسرا تاریک تر شده بود. ستاره ها کمسوتر بودند اما هنوز حاضر. ماه حالا پایینتر آمده بود. نورش ضعیفتر و نرمتر. نوری که بیشتر نوازش می کرد تا روشن کند. کاروانسرا در این ساعت شبیه موجودی بود که در خواب نفس می کشد. دیوارهایش بالا و پایین رفتن نامحسوسی داشتند. انگار هوا را آرام وارد می کردند و بیرون می دادند. هیچ چیز اضافه‌ای وجود نداشت. نگهبان دیگر در حیاط نبود. قدمها رفته بودند. فقط شب مانده بود و بنا و خواب. حتی فکر مراقبت هم دیگر وجود نداشت چون همه چیز در امن‌ترین حالت خودش بود. در گوشه‌ای از حیاط آب هنوز ساکن بود. سطحش صاف و تیره، شبیه آینه‌ای که تصویر چیزی را نشان نمی‌دهد. فقط حضور خودش را تایید می‌کند. گاهی نقطه‌ای کوچک روی آب می‌افتاد و دایره‌ای آرام شکل می‌گرفت. بعد باز هم سکون. نیمه شب زمان فکر نیست، زمان رها شدن کامل است. کاروانسرا این را می‌دانست. مسافران هم حتی در خواب این را حس می‌کردند. هیچ مسافری در این ساعت خواب آشفته نمی‌دید. اگر رویایی بود نرم و کند بود، بدون تصویرهای تند. هوای شب کمی خنک‌تر شد، نه آنقدر که کسی را بیدار کند، فقط آنقدر که بدنها عمیق‌تر به زمین بچسبند، پناه بگیرند، آسوده تر باشند. در یکی از حجره‌ها کسی در خواب نفس عمیق‌تری کشید و سپس آرامتر شد. بدن به خودش گفته بود که همه چیز امن است. پاسخ بدن آرامش بود. زمان به جلو می رفت اما کسی متوجه نمی شد. ساعتها اهمیت نداشتند. فقط این لحظه کشدار نرم و بی‌لبه وجود داشت. لحظه‌ای که نه شروع داشت و نه پایان. کاروانسرا اجازه داده بود شب کاملا در آن نفوذ کند. دیگر مرزی بین بیرون و درون نبود. حیاط و حجره‌ها، هوا و دیوارها، خواب و بیداری همه در هم حل شده بودند.
اگر کسی از دور نگاه می‌کرد شاید فقط بنایی خاموش می‌دید. اما درون این خاموشی زندگی آرامی جریان داشت. زندگی که نیازی به دیده شدن نداشت و نیمه شب آرام و بی صدا ادامه یافت. زمانی که شب به آرامترین نقطه خودش رسید، چیزی نامحسوس شروع به تغییر کرد. نه صدا، نه حرکت واضحی. فقط حس لطیفی در هوا، شبیه نفس کشیدن عمیق قبل از بیدار شدن. کاروانسرا این تغییر را زودتر از همه فهمیده بود. دیوارهای خشتیش سردتر شدند و هوا کمی شفافتر به نظر رسید. نزدیک سحر هوا دیگر فقط تاریک نبود. رنگی میان آبی تیره و خاکستری آرام در آن پیدا شده بود. انگار شب داشت آرام آرام جمع می شد، بدون آنکه بخواهد تمام شود. تاریکی هنوز غالب بود، اما دیگر سنگین نبود. حیات کاروانسرا کمی روشن‌تر شده بودند، نه به خاطر چراغ‌ها، بلکه به خاطر خود هوا. نور چراغ کمجان حالا کمتر دیده می‌شد. انگار به احترام سحر عقب نشسته بود. سایه‌ها دیگر آنقدر عمیق نبودند. لبه‌هایشان نرمتر شده بود. صدای شترها تغییر کرده بود. نفسها هنوز منظم بودند، اما کمی سبکتر. یکیشان سرش را به آرامی تکان داد بدون آنکه از جای خودش بلند شود. زنگوله کوچکی صدای کوتاهی داد و دوباره خاموش شد. شبیه یادآوری کوتاهی از بیداری نزدیک. باد بسیار ملایمی از حیاط گذشت، خنک‌تر از قبل اما دلنشین. بادی که پوست را لمس می کند و بعد می گذاردش همانطور آرام بماند. گرد و غبار شب نشین به آرامی جا به جا شد و دوباره نشست. درون حجره ها خواب هنوز ادامه داشت، اما جنسش فرق کرده بود. سنگینی نیمه شب جای خودش را به خوابی سبکتر داده بود. نفسها کوتاه‌تر شده بودند. فاصله بین دم و بازدم کمتر. بدنها آرام آماده بازگشت بودند، هرچند هنوز نمی‌خواستند بیدار شوند. مسافر ما در خوابش کمی جابجا شد، نه برای بیدار شدن، فقط برای راحت تر شدن. یک دستش آرامتر کنار بدنش قرار گرفت. پلکایش کمی لرزیدند، مثل وقتی که خواب می‌خواهد شکل عوض کند. در حیاط آب حوض هنوز ساکن بود، اما رنگش فرق کرده بود. سیاهی مطلق جای خودش را به رنگی عمیق و خاکستری داده بود. انعکاس آسمان کم کم خودش را نشان می‌داد. نواضح، فقط قابل حدس. آسمان بالای کاروانسرا هنوز ستاره داشت، اما ستاره‌ها کم نورتر شده بودند. انگار خودشان هم می‌دانستند که وقت رفتن نزدیک است. ماه آنقدر پایین آمده بود که دیگر دیده نمی‌شد، یا اگر هم بود پشت دیوارها پنهان شده بود. سحر با صدا نمی آید، با نور هم نه، بیشتر با تفاوت حس می آید. حسی که می گوید شب دیگر عمیق‌تر نخواهد شد. همینجا در همین آرامش ایستاده است. یکی از پرندگان دوردست، خیلی دور، صدایی کوتاه داد. صدا آنقدر آرام بود که نمیشد گفت واقعاً شنیده شده یا فقط حس شده است. اما همان کافی بود. کاروانسرا
آن را شنید، حتی اگر مسافران نه. در یکی از حجره‌ها نفس کسی کمی عمیق‌تر شد. بعد دوباره به ریتم آرام برگشت. انگار بدن لحظه‌ای به بیداری نگاه کرده و بعد تصمیم گرفته بود هنوز بماند. هوا حالا تمیزتر بود. بویی تازه میان دیوارها پیچید. بوی خاکی که آماده روز شدن است. نه بوی صبح، بلکه بوی فاصله میان شب و صبح. کاروانسرا هنوز خواب بود، اما خوابش سبک شده بود. نه آنقدر سبک که با صدای کوچکی از هم بپاشد، فقط آنقدر که بداند ادامه‌ای در راه است. خانه‌ها، جاده، حیوانات، مسافران، همه در این نقطه میانگاه با هم شریک بودند. نه شب بودند، نه روز. فقط مکث. مسافر در خوابش چیزی ندید. اگر رویایی بود، رنگ نداشت. فقط حس بود. حس آرامی که بدون تصویر بدن را در خود نگه می دارد. نزدیک سحر زمان دوباره معنا پیدا می کرد. اما هنوز آهسته، هنوز مهربان. و کاروانسرا با دیوارهایی که سالها چنین لحظه هایی را دیده بودند اجازه داد این تغییر آرام بدون شتاب ادامه پیدا کند. پیش از آنکه نور خودش را نشان بدهد، بیداری آرامی در فضا پخش شد. نه بیداری ناگهانی، بلکه چیزی شبیه تغییر وزن هوا. انگار شب کمی سبکتر شده بود و نفس کشیدن راحت‌تر. کاروانسرا هنوز ساکت بود، اما این سکوت از جنس سکوت نیمه شب نبود. نرمتر و آماده تر. دیوارهای خشتی سرمای خفیفی در خود نگه داشته بودند. سرمایی که آزاردهنده نبود. فقط یادآور این بود که شب هنوز کاملا نرفته است. کف حیات زیر پا اگر کسی راه می رفت خنک‌تر از قبل حس می شد. اما کسی راه نمی رفت. حیات آرام بود. آنقدر آرام که صدای نفس کشیدن خود فضا شنیده می شد. هوا کمی جابجا شد بی آنکه بادی بوزد. فقط جریان ملایمی که بوی خاک را با خود می آورد. بویی که تازه بود بدون آنکه مرطوب یا سنگین باشد. شترها یکی یکی تکانی آرام خوردند. نه بلند شدند. فقط جابجایی اندک بدنهای بزرگشان. صدای برخورد آرام زانویی با زمین، بعد سکوت. یکی از آنها آه عمیقی کشید و بعد دوباره آرام گرفت. در حجره‌ها خواب دیگر آن خواب عمیق سابق نبود. بدنها شروع کرده بودند به ارتباط دوباره با اطراف. نفسها کمی سریعتر شده بودند. اما ذهنها هنوز جایی دور میان خواب و بیداری معلق بودند. مسافر ما پلک‌هایش را آرامتر بسته بود. نه فشرده، نه کاملا رها. صورتش همان آرامش را داشت، اما تنفسش کمی تغییر کرده بود. انگار بدن می‌دانست زمان دیگری در راه است، اما هنوز تصمیم نگرفته بود آن را بپذیرد. صدایی بسیار دور، شاید صدای پرنده‌ای که زودتر از بقیه بیدار شده بود، خیلی کوتاه در هوا پیچید. سپس سکوت دوباره همه چیز را در خود گرفت. سکوتی که دیگر خالی نبود، بلکه پر از
انتظار ملایمی بود. نور هنوز نیامده بود، اما تاریکی نازکتر شده بود. رنگ آسمان بالای دیوارها دیگر یک دست نبود. سایه‌ای از آبی کمرنگ، آنقدر محو که باید به آن دقت می‌کردی تا ببینیش. حوض وسط حیاط انعکاس این تغییر را زودتر نشان داد. سطح آب کمی روشن‌تر شده بود، نه درخشان، فقط متفاوت. انگار آب زودتر از سنگ و خاک تغییر هوا را حس می‌کرد. در یکی از حجره‌ها کسی نفس عمیقی کشید و بعد آرام به پهلو چرخید. حرکت طبیعی بدون عجله. بدن فقط می‌خواست راحت‌تر باشد، نه بیدارتر. کاروانسرا در این لحظه چیزی میان خواب و بیداری بود. مثل انسانی که هنوز چشمهایش بسته است، اما صدای زندگی بیرون را کم کم میشنود. دیوارها، طاقها، درهای چوبی همه در این حالت معلق مانده بودند. نگهبان هنوز پیدایش نشده بود. زمان قدم زدن او نرسیده بود. نگهبان هنوز پیدایش نشده بود. زمان قدم زدن او نرسیده بود. هنوز لحظه‌ای برای صداهای انسانی وجود نداشت. فقط طبیعت آرام و بی ادعا فضا را آماده می کرد. نفس کشیدن آسانتر شده بود. انگار هوا خودش را تازه کرده بود. غبار شب فرو نشسته بود و چیزی شفافتر جایش آمده بود. سرمای خفیف بدنها را بیشتر در خود جمع می کرد. نه برای لرزیدن، بلکه برای ماندن. مسافر در خوابش تکانی خورد. انگار چیزی را رها کرده باشد. دستش کمی شلتر شد. فکش از آن انقباض خفیف خواب عمیق آزاد شد. چهرش آرامتر از قبل شد. اگر ممکن بود آرامتر باشد. زمان حالا دوباره معنا داشت، اما هنوز نجوا کنان. عقربه‌ای اگر وجود داشت بی صدا حرکت می کرد. هیچ چیز نمی خواست شتاب بگیرد. این لحظه‌ای بود که روز هنوز اجازه ورود نداشت، اما شب هم دیگر فرمان روای مطلق نبود. فاصله امن، آرام و نگهدارنده. کاروانسرا با تجربه سالها سحر می دانست که نباید عجله کند. همه چیز به موقع اتفاق خواهد افتاد و این بیداری آرام بدون آنکه کسی را از خواب بیرون بکشد ادامه پیدا کرد. شب بی آنکه کسی متوجه لحظه رفتنش شود شروع به عقب نشینی کرد. نه فرار کرد و نه تمام شد. فقط آرامتر و نازکتر شد. مثل پارچه‌ای تیره که کم کم نور از لابلایش عبور می کند. کاروانسرا این تغییر را در دیوارهایش حس می کرد. در طاقها، در کف حیاط، حتی در درهای چوبی که سالها چنین صبحهایی را دیده بودند. هوا دیگر سرد شبانه نبود. خنکیش ملایم‌تر شده بود. همدست با نفس کشیدن. نفسی که حالا راحت‌تر وارد سینه می‌شد و آرامتر بیرون می‌آمد. بوی خاک کاملاً واضح‌تر شده بود. بویی که نه بوی شب است و نه بوی روز. فقط بوی زمین. آسمان پشت دیوارهای بلند کاروانسرا رنگ تازه‌ای به خود گرفته بود. آبی کمرنگی که هنوز مردد بود، اما دیگر پنهان نمی‌شد. تاریکی عقب رفته بود و جا را برای نوری نرم باز کرده بود. نوری که نمی‌تابید، فقط حضور داشت. حیاط
حالا شکل دیگری داشت. سنگ‌ها رنگشان عوض شده بود. نه واقعاً، اما در نگاه سایه‌ها کوتاه‌تر شده بودند. مرزهایشان محو بود. دیگر تند و تیز نبودند. انگار داشتند آرام آرام حل می شدند. آب حوض روشن‌تر از قبل تصویر آسمان را واضح‌تر در خود گرفته بود. موجی روی سطحش نبود. سکونش از جنس خواب نبود. از جنس بیداری آرام بود. انعکاس دیوارها، طاقها و تکه‌ای از آسمان همه در هم بی هیچ مرزی. شترها کم کم بیدار شده بودند. یکیشان سرشان را بالا گرفت، فقط برای لحظه‌ای. بعد دوباره پایین آورد. صدای نفسشان هنوز آرام بود، اما هوشیارتر. بدنهای بزرگشان آماده حرکت بودند، اما عجله‌ای در کار نبود. در حجره‌ها خواب‌ها سبکتر شده بودند. بعضی از مسافران بی آنکه چشم باز کنند کمی جابجا شدند. دستی کشیده شد، آهی آرامی کشیده شد، بدنی خودش را جمع جور کرد. بیداری نزدیک بود، اما هنوز اجازه نداشت وارد شود. مسافر ما در خوابش آرام تر از همیشه بود. دیگر تغییری نمی کرد. انگار به نقطه‌ای رسیده بود که خواب دیگر کاری با او نداشت. نفسهایش منظم و نرم بودند. صورتی که هیچ فکری رویش ننشسته بود. صدایی دوردست، شاید بانگ خفیف پرنده‌ای، این بار واضح‌تر در فضا پیچید. صدایی کوتاه، طبیعی که به جای شکستن سکوت آن را کامل‌تر کرد. بعد از آن صداهای کوچک دیگری هم از دور می آمدند. نه نزدیک، نه مزاحم. کاروانسرا حالا بیدار شده بود، اما هنوز چشمهایش را باز نکرده بود. همه چیز آماده بود، اما منتظر لحظه‌ای که نور کمی جدی‌تر شود. درهای چوبی هنوز بسته بودند. قفل‌ها تکان نخورده بودند. این زمان حرکت نبود. زمان فهمیدن بود. فهم اینکه شب تمام شده، بدون هیچ هیاهویی. باد بسیار ملایمی از گوشه حیاط عبور کرد. نه برای جابجا کردن چیزی، فقط برای لمس. بادی که صورت دیوارها را نوازش کرد و بعد ناپدید شد. آسمان حالا دیگر روشن‌تر بود. رنگ‌ها آرام آرام خودشان را نشان می‌دادند. اما هنوز خاموش بود. هیچ چیز تیز نبود. جهان داشت به آرامی از خواب بیدار می‌شد. درست مثل مسافر. در این لحظه هیچ کس نگران راه نبود. مقصد نبود. زمان نبود. فقط همین بودن آرام کافی بود. و شب بدون آنکه خداحافظی کند در روشنای کمرنگ صبح محو شد. روز مثل مهمانی که بلد است در را آهسته باز کند وارد شد. نه با نور تند، نه با صدا، نه با جنب و جوش. فقط آمد و در حیاط کاروانسرا نشست. فقط آمد و در حیاط کاروانسرا نشست. همانطور که شب نشسته بود. آرام، بی ادعا، بی نیاز به توجه. نور کمرنگ صبح از بالای دیوارها عبور کرد و روی سنگ‌های حیاط افتاد. سنگ حالا گرمتر به نظر می رسیدند. حتی اگر هنوز خنک بودند. رنگشان واضح‌تر شده بود، اما هنوز نرم. هیچ چیز چشم را خسته نمی کرد. آسمان حالا روشن بود.
اما نه آبی پررنگ، رنگی میان سپید و آبی ملایم، مثل کاغذی که تازه نور خورده است. ابرهای نازکی که اگر بودند به قدری محو بودند که انگار خواب آسمان بودند، نه بیداریش. در حیاط شترها یکی یکی بیدار شدند، نه همزمان، هر کدام در ریتم خودش. یکی ابتدا گوشهایش را تکان داد، دیگری گردنش را کشید. صدای سمها آرام بود، بدون عجله. زنجیرها کمی صدا دادند، اما نه آنقدر که فضا را بشکنند. آب حوض حالا کمی روشن شده بود. تصویر آسمان را واضح‌تر در خود نگه می داشت. اگر کسی نگاه می کرد می توانست خودش را هم ببیند. اما کسی نگاه نمی کرد. این لحظه نیازی به دیدن نداشت. در حجره‌ها بیداری آرام آرام اتفاق افتاد. نه با تکان ناگهانی، نه با فکر، بیشتر با بدن. کسی چشمهایش را باز کرد و دوباره بست. کسی کش و قوسی رفت و یکی نفس عمیق‌تری کشید و بعد آرام نشست. مسافر ما آخرین کسی بود که میان خواب و بیداری ماند. چشمهایش هنوز بسته بودند، اما خواب دیگر او را نگه نداشته بود. نفسهایش بیدار شده بودند. بدنش حضور اطراف را حس می کرد. لحظه‌ای همانطور ماند، نه بیدار نه خواب. بعد خیلی آرام پلکهایش را باز کرد، بدون تعجب، بدون فکر، فقط دید. سقف حجره، نور ملایم صبح، دیوار خشتی که حالا روشن‌تر شده بود. همه چیز آشنا بود. انگار شب آن را به او سپرده باشد و صبح فقط یادآوری کند. او ننشست، عجله نکرد، فقط همانطور دراز کشیده ماند و اجازه داد روز به سراغش بیاید. صدای دوردست حرکت شتری را شنید. صدای آهسته‌ای از حیاط. همه چیز درست همانقدر بود که باید. در یکی از حجره‌ها آرام باز شد. چوب صدا داد. کوتاه، طبیعی. بعد دوباره سکوت. سکوتی که حالا دیگر شبانه نبود، بلکه صبحگاهی بود. نگهبان دوباره در حیاط دیده شد. قدمهایش همانقدر آرام، اما این بار واضح‌تر راه می رفت. به اطراف نگاه می کرد بدون آنکه چیزی را بررسی کند. فقط حضور داشت. هوا حالا کاملا تازه بود. نفس کشیدن لذت ساده‌ای شده بود. نه عمیق، نه سطحی. فقط طبیعی. بدنها آماده بودند، اما مجبور نبودند فوراً حرکت کنند. مسافر بالاخره نشست. حرکتی آهسته، بدون صدا. پاهایش را روی زمین گذاشت و سرمای ملایم سنگ را حس کرد. حس واقعی، بی‌واسطه. انگار بدنش دوباره به دنیا وصل شد، اما با مهربانی. خورشید هنوز بالا نیامده بود. فقط حضورش حس می شد. نورش نرم و پراکنده بود. هیچ سایه تندی وجود نداشت. همه چیز در توازن بود. کاروانسرا که شب را نگه داشته بود و خواب را پذیرفته بود، حالا دوباره آماده راه بود. نه با هیجان، بلکه با تجربه. دیوارهایش همانطور ایستاده بودند، اما انگار چیزی تازه در آنها جریان داشت. مسافر می‌دانست که به زودی حرکت خواهد کرد.
اما این دانستن فشاری نداشت. زمان هنوز دوست بود، نه دشمن. این شب در کاروانسرا بدون حادثه، بدون داستان بزرگ، فقط با آرامش گذشته بود. و همین کافی ترین قصه بود. قصه‌ای که با خواب شروع شد و با بیداری بی عجله تمام شد. و حالا کاروانسرا دوباره در سکوت فرو می رود. جاده آرام می شود و قصه به پایان راه می رسد. امیدوارم این سفر کوتاه دلتان را کمی آرامتر کرده باشد. تا دیداری دیگر در قصه دیگر، شبتان آرام و راهتان روشن.